رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ای مردم، شما از آتش دوزخ خود وقایه کنید، ولو به شق تمره، ولو که این وقایه شما از آتش دوزخ توسط یک پارچه یا یک قسمت از خرما باشد. فمن لم یجد، پس اگر کسی امیر هم نیافت، فبکلمت طیبه، پس با یک سخن نیک میتونه که این فضیلت حاصل بکنه. متفق علیه. در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما رسیدن به جنت از طریقه های بسیار ساده و آسان نشان میده. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما میگه که شما میتونین که خود از آتش دوزخ وقایه بکنین و به جنت برین، ولو که کارهای بسیار کوچک باشه. مثلا برای یک کسی زیاد چیز ندارین که بتین، یک خرما به دستان است، شما نصف از این خرما را یا چهارم حصی از این خرما را به یک فقیر میتین. به اندازه اینمی کمک و همکاری شما میتونین خود از آتش دوزخ وقایه بکنین. و حتی اگر کسی یک دانه خرما را هم نداره که برای کسی بده، یا نصف خرما و یا ثلث رو به از اون نمیتونه صدقه بکنه، اگر این هم نیافت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شما سخنان نیک بگویید و با یک کلمه طیبه، با یک سخن نیک و خوب در مقابل یک انسان، در مقابل یک مسلمان، شما میتونین خود از آتش دوزخ وقایه بکنید.